هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان، یکی از محبوب ترین آوازخوان تاجیک، قربانعلی عبداللهیف روز 11 ینور در سن 57 سالگی از بیماری کرونا ویروس کووید 19 در شهر دوشنبه درگذشت. با دل صد داستان میمیرم آخی، شگل در بستان میمیرم آخی. زمکری دشمنان باکی ندارم، قصدی دوستان میمیرم آخی. زمکری دشمنان باکی ندارم، زی قصدی دوستان میمیرم آخی. من از دستی زمان هرگز نمیرم، که از دستی زنان میمیرم آخی. جهان بر دردی من کاری ندارد، من از دردی جهان میمیرم آخی. فلک بر دوش من بار سنگین، تهی بار گران میمیرم آخی. اگر در شعر فرزندی زمانم، بلک شعری زمان میمیرم آخر. چو گل در